اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم پیشاپیش تاسوهای حسینی رو خدمت شما عزیزان. امیدوارم که عزاداریاتون مقبول درگاه خداوند متعال و آستان مقدس ابا عبدالله الحسین قرار گرفته باشه. این دوباره سود میکشه. اگر فراموش نکنیم که این شبها که از مهمترین دعاهای ما دعای برای ظهور حضرت باید باشه، برای امام زمانمون، امام حی حاضرمون. کربلا به ما یاد میده که درس به ما میآموزه که چیکار کنیم که اماممون محاصره نشه. اصلا دانشگاهیه برای امامداری. این شب هم موضوع بحث ما همینه. سالها الان حداقل 5 سال محرما داریم راجع به این صحبت میکنیم. 4 سال گذشته رو راجع به هواپیما هم بره. هر شب همین جوریه. اول سود میکشه بعد هواپیما میاد. پروازی هر شب همون ساعته، نمیدونم چیه. بله عرض میکنم ظرفیت‌های تمدن سازی قیام عاشورا صحبت کردیم 4 سال و امسال در واقع در ادامه همونه. منتها اینقدر این سرفصل مهم هستش که جدا بهش پرداخت. اینه که ببینیم چطور شبکه سازی کردن در شرایط بسیار سخت. حالا ما همینطور باید این ظرفیت‌ها رو به وجود بیاریم، سازمان به وجود بیاریم، شبکه به وجود بیاریم، تشکیلات بسازیم، باید نیرو آموزش بدیم. اینه که از سخت‌ترین ضرباتی که این سازمان خورده در طول تاریخ وقتی نگاه می‌کنیم جایی بوده که نیروهای درجه یکش حذف شدن. یعنی اینقدر می‌ارزیدن. شما می‌بینید آقا طرف یار 3 تا 4 تا امام بوده. یعنی اینقدر به درد بخور بوده، هر امامی میومده از همون استفاده می‌کرد. امام عوض می‌شده، این عوض نمی‌شده. یعنی فکر کنیم دیگه چطور تونستن در خودشون صلاحیت به وجود بیارن. چرا من و شما اینطور نباشیم؟ فقط یه سری چیزا رو یاد بگیریم. بفهم از این نفسمون باید بگذاریم. تو اینجا نکاتی رو دیدیم طرف در عین حال که تاجر بوده عابدم بوده. چطور خدمت میکرده به مردم. یعنی ذو ابعاد بار اومده بوده، ما باید همین کار انجام. خب عرض کردیم اینا به یه مرحله دیگه رسیده بودن که از سایه خودشون هم میترسیدن. یعنی کسی که اقدام به کشتار میکنه یعنی دیگه نمیدونه چیکار باید بکنه. معصوم انداختن تو زندان، وکیل معصوم انداختن تو زندان، میدن ای بابا باز زورین شبکه. چرا؟ چی دیده بودن؟ از سایه خودشون هم میترسیدن. کوچکترین شکی میکنن طرفو میگرفتن، اینقدر میزدنش تش، اگه یا میمرد یا تو زندان نگهش می‌داشتن، میگفتن فعلا کاته، کاری نمیتونه بکنه. از امثال علی ابن یختین ها میترسیدن. امشب خودم میخوام راجع به ایشون و به بهانه ایشون مدل کار اهل بیت تو سیستم خلفا صحبت بکنیم. و فراموش نکنید اینا همش در مورد مواردی که خود اهل بیت حاکم نبودن. پول، حکومت، دولت دست مخالف بوده، حتی که فرصت پیدا میکرد تا داشته میکشت و قتل عام میکرد. علی ابن یختین سال 124 هجری قمری در کوفه به دنیا میاد. پدرش یختین ابن موسی اینم از شیعیان بود، منتها بعضی از نقلا رو من دیدم میگفتن از موالی بنی عباس بوده و نمیدونم حرفا هم هستش که با توجه به خانواده‌ای که از این سراغ داریم یحتمل پوشش بوده، یعنی امر نفوذ بوده. تو دوران خلافت مروان مورد تعقیب قرار گرفت. بعد 2 تا پسر داشت، علی و عبید، که همین علی ابن یختین یعنی پدرش دارم. فرار کرد و رفت مدینه، بعد به بغداد اومد و شد ادویه فروش که بهش میگن ابزار. حالا جالبه میگن ابزار به ادویه. بعد آیا علی ابن یختین 182 هجری قمری هم تو 57 سالگی تو سن پایین از دنیا میره، زمانی که امام کاظم علیه السلام تو زندان هارون الرشید. و فرزند هارون که بعداً خلیفه میشه، یعنی امین
امین و مأمون فرزندانش بودن دیگه. مأمون برادر خودش رو کشت، به خلافت رسید بعدش. امین برش نماز خوند. حالا این کی بود؟ این یکی از خالص ترین یاران موسی بن جعفر که نظیرش کمتر پیدا میشه. من که شبیه ایشون واقعا میگم واقعا نایاب از این هست. حالا خود راجعش بحث کنیم ببینیم چرا. اول تو دربار عباسیان نفوذ کرد، شد کارگزار مهدی عباسی، شد مسئول دیوان سالاری در اختیار او قرار گرفت. تو زمان هادی عباسی جایگاهش مهمتر شد، تا حدی بالا رفت که انگشتر مهر خلافت تو دست این بود. یعنی میزدی تو جوهر اون زیر هر چی میزدی خلیفه دستور داده، هیچ فرقی نداره. امضاشو مهر کرده بود داده دست این. تا این مرحله تونسته نفوذ بکنه و از نزدیکان و امینان هارون الرشید شد. ببینید داره خلیفه عوض میشه، این هم سر جاش. در مورد امام کاظم، از امام کاظم علیه السلام در مورد چند تا حدیث نقل شده، براتون میخونم. ای علی، برای تو چیزی را دوست دارم که برای خودم دوست دارم. جای دیگه میفرمان علی ابن یقطین اهل بهشت است، ضمانت میکنم آتش جهنم به اون نرسد. خیلی حرفا. ضمانت میکنم آتش جهنم. جای دیگه روایت گوش کنید. حضرت موسی بن جعفر میفرمان وقتی که در حج بودم هیچ کسی در ذهنم خطور نکرد. یه جا میری آقا میگه با یاد ما باش مشهد میری آنه مثلا. حضرت میفرمان هیچ کسی به ذهنم خطور نکرد جز علی ابن یقطین که همواره با من بود. شو فکر کن یه کاری بکنی امام معصوم بگه همیشه دائم به فکرش بودم و از نظرم نرفت تا اینکه از آنجا رفتم. یعنی انگار با من بود. اسماعیل ابن موسی میگه دیدم که عبد صالح در صفا میگفت رمز دی، حالا اینو براتون میگم، میخواستن اسم نبرن اسامی مختلفی میگفتن، یکیش عبد صالح بود یعنی امام، یعنی امام کاظم. میفهم میگه دیدم عبد صالح در صفا میگفت الهی فی اعلی علیین اغفر لعلی ابن یقطین، یعنی اون جایگاهش تو اعلی علیینه. برای جایگاه اعلی علیین رفتن چیه این باید درست بشه؟ خدا ردیف کن براش. چیه باید بخشیده بشه؟ ردیف کن براش. در روایتی از شیخ طوسی داریم که علاوه بر این شغل خطیری که در دستگاه دربار عباسی داشت، ایشون نامه هم برای ما میبرد، یعنی چند شغله بوده و اموال هم میبرد برای حضرت و پاسخ نامه میگیره برای برخی از افراد خاص. یک فرد متقی با تقوا، حالا تقواش میخواد، اگر کافی بود در حق یکی از شیعیان کوتاهی کنه به حدی به هم میریخت، خودش روحیه‌شو به حدی به هم میریخت، تصور باید میرفت دل اونو به دست میبرد. ابراهیم جمال میگه که یکی از شیعیان خواست به حضور علی ابن یقطین برسه، خواست علی ابن یقطین رو ببینه. او ساربان بود و علی ابن یقطین به سبب مشکلاتی که داشت به وی اجازه ورود نداد. حالا یه مشکل داشته، کاری داشته، جلسه داشته بود، به این وقت نداد. اتفاقا در همان سال علی ابن یقطین به حج مشرف شد. گفتیم حج جایی بود که اعضای شبکه با هم چیکار میکردن؟ دیدار میکردن، چون شلوغ بود. کاری هم نداشت، نه جی پی اسی بوده نه دوربینی بوده. آقا دستاری که داشتن مینداختن رو سرش میشد یه آدم دیگه. چرا صورتشو میگرفت؟ بهانه همیشه اونجا گرما است. میپیچیدن تو جمعیت، گم میشدن، هم لباسا مثل هم. بیا بگه پیدا کن اینجا. بله، در مدینه این هم خودش رسون به حج که بره موسی بن جعفر رو ببینه علیه السلام. هارون 1 سال و نیم، 1 سال در میون حج میرفت. اینقدر این امپراتوری اسلامی گنده شده بود که 1 سال میرفت به فتوحات سرک میکشید، 1 سال میرفت حج. بعد پیغام فرستاد برای امام که من اینجا میخوام حضرت علی رو زیارت کنم. آقا موسی بن جعفر قبول نکرد. حالا این اینقدر کار مهم با هم دارن که قطعا ما این جلسه رو طبعا باید همدیگر ببینیم، اما حضرت قبول نکرد. وایستاد، حضرت که داشت رد میشد دیگه پیغام نفرستاد.
اومد جلو حضرت، یه عرضه داشت: سید و مولای من، چه تقصیری کردم که مرا نپذیرفتید؟ حضرت فرمود: بدان سبب که برادرت ابراهیم را راه ندادی. اون اومد ازت وقت خواست. حق تعالی از پذیرش سعیت خودداری فرمود، مگر آن که ابراهیم عذرت رو بپذیرد. میگه برگشت گفت: ای سید من، در این وقت ابراهیم را کجا بیابم؟ من در مدینه، او در کوفه. چیکار کنم؟ حضرت فرمود: شبانگاه تنها بی آن که اصحاب و غلامانت دریابند به بقیع می روی. در آنجا شتری زین کرده خواهی دید. بر شتر بنشین و به کوفه برو. تو رو خدای میگم حج و مج و ولکو باشه برو کوفه، سوار شتره میشه. جواب چیه؟ چشم. این چشما خیلی ها رو نجات داده، خیلی ها رو نجات داده. گفت بسم الله بی خیال حج دیگه. امام هم داره میگه، امام هم حتما مطمئنم امام وقتی میگه بی خیال، من الان برم سر از کوفه در بیارم، خب همین دور و بری من نمیگن کجا پیچوندی رفتی؟ یعنی از نظر امنیتی هم اشتباه این کار، اما امام هم گفته دیگه چشم. میگه علی ابن یقطین به فرمان امام عمل کرد، شبانه به بقیع رفت، بر همان شتر نشست. علی ابن یقطین میگه این شتر که راه افتاد، یه چند قدمی که رد شد من دیدم تو کوفه. عجب. یه پیاده شدم رفتم در خونه این بنده خدا ابراهیم جمال. میگه زدم در خونه. گفت کیستی؟ علی ابن یقطین. گفت علی ابن یقطین در خانه من چه میکنه؟ چرت و پرت میگی بابا. علی ابن یقطین اینجا چیکار میکنه؟ وزیر خلافتی که از چین تا اندلس تا اسپانیا اینجا چیکار میکنه آقا؟ گفت برون آی که امری بزرگ مرا فرا گرفته است. اتفاق بسیار مهم افتاده. اومد آقا قرآن یا ابوالفضل بقولی علی ابن یقطین جلو چشش وایساده. آنگاه او را سوگند داد تا اجازه ورود دهد. قسمش تو اجازه بده بیام تو. باش. داخل شد. گفت ای ابراهیم، آقا و مولا کردارم را نمیپذیرد مگر آن که تو از من راضی شوی و از من درگذر. گفت غفر الله لک، ببخشیدم. همین تمام. پس علی ابن یقطین تمام. ما بودیم چی دیگه؟ همینش تمام دیگه. خدا پدرت میازه. گوش کن. علی ابن یقطین صورتش را بر خاک نهاد و ابراهیم را سوگند داد پا بر روی گونه ام باید بگذاری. گفت با کفش پا تو باید بذاری رو صورت. ابراهیم خودداری کرد و علی بر خواستش اصرار. ابراهیم پای بر گونه علی ابن یقطین گذاشت. وقتی گونه علی زیر پای ابراهیم و روی خاک بود میگفت اللهم اشهد، خدا شاهد باش، خدا تو شاهد باش. پس برون آمد، سوار شتر شد و همان شب دوباره به مدینه بازگشت. شتر را خوابان، اون همونجا گذاشتش و پارکش کرد به قولی. بعد از سمت حضرت خبر رسید که حالا اجازه ورود داری، جلسه داری. خدمت به شیعیان جایگاهش اینه. خوش به حال اون کسایی که میتونن خدمت کنن، خوشا به حال اون کسایی که میتونن، خدا پول بهشون داده میتونن خدمت کنن. خوش به حال اون کسایی که الزاما همیشه با پول نیست. بعضی موقع مردم یه اصلا گوش شنوا فقط میخوان، یه درد دلی باهات بکنه. آقا داری میری با ماشینت یه نفر رو برسونی تا یه جایی. خیلی کارا میشه کرد الزاما که پول نمیخواد. مشکل یه برادر دینمون رو حل بکنیم. ببین جایگاهشو دیدی؟ میگه تو حج هیچ کسی جز علی ابن یقطین. خب چیکار کرده که به این جایگاه رسیده؟ این کاراست. ما بلد باشیم برای اماممون خودشیرینی کنیم. خودشیرینی برای امام چیه؟ سلم لمن سلام و حرب لمن حارب. خدمات بسیار زیادی هم میشون. بذار این بخش بازم توضیح بدم، دلم نمیاد انقدر سریع اینجا بگذارم چون ما میخوام درس بگیریم. واقعا با خودمون بگیم، بشیم مرور کنیم، بگیم آقا من همین 1 سال گذشته کار چند نفر رو انداختم که میدونم رضایت قلب امام زمانم در این حالت از من راضی میشه. کار چند نفر رو انداختم، اشک شوق به چشم چند نفر آوردم، لبخند به لب چند نفر آوردم. بعد چه جایگاهی دارم؟ من خودم
شروع این بحث‌های ما 10 شب پیش 9 شب پیش گفتم آقا ما یک شبکه ایم که اسمش رو شبکه ولایت که دو تا نکته داره، محبت و تبعیت. عرض کردم اگر امروز مشکلات داریم برای اینکه این شبکه کار خوب انجام نمیده. بابا اصلا تهش اینه که حکومت ناکار، مخالف مخالف. ما چیکار کردیم؟ ما یاد گرفتیم وقتی سواریم به بی‌فرهنگی آبر اشاره کنیم، وقتی آبریم به بی‌فرهنگی راننده ها اشاره کنیم. همیشه کور خودمون باشیم بینای مردم. خودمون چیکار کردیم؟ چند تا گره باز کردیم. طرف پیامبر رسید به این نفر، و چه احسان نمی‌کنی تو؟ گفتش که آقا من پول ندارم. گفت لبخند که میتونی بزنی. و در همین حد ادخال السرور فی قلوب المؤمنین، یه شوخی میکنه توی جمعی، دو نفر میخندن، حالش خوب میشه. همین. خیلی خیلی خدا میبینه، میگه واقعا نیت کنید. همین تو راه داشتیم یه عزیزی خب با من جلسه‌ای داشت، وقت نمیشد، من گفتم تو ماشین، من که تو ماشین داشتیم میمدیم، گفت آقا من امرار معاشم اینطوره، نظر شما چه؟ گفتم سوال فقهیه، مرجعی که گفتم برو بپرس. منتها از اونجا که من به عنوان حالا یه مسلمون باید احکام خودم رو بدونم، 99% جواب این خواهد بود که این راه درستی نیست برای امرار معاش. بعد بهشون عرض کردم، گفتم همین الان نیت کن که در هر موقع که تونستیم پول رو آروم آروم برگردونی. همین الان نیتشو بکن. خاطرتون هست تو نامه امام جواد چی بود؟ که آقا این خمس بهش هستا، نمیتونید بدید، نیت کنید. نیت کن دست من امامو باز بذار بتونم اون دنیا کمکت کنم. جای قصدشو داشت مرد. اصلا ما تا نیت نکنیم، یعنی اول به یه چیزی فکر نکنیم که انجامش نمیدیم که. برای چی میگم فکر گناه هم نکنید؟ وصف العش نصف العش، آمادت میکنه برای اون گناه. چون مغز ما چه کاری فکر کنیم چه کاری انجام بدیم براش نورون سیناپس میزنه، اصطلاحاً شیار عصبی تولید میکنه، جاشو باز میکنه. افکارمون اصلاح بکنیم. حالا ببینیم کمک نخواستیم، آقا من یه خدای میشه جون مادرتون پشت سرم غیبت نکنید؟ میشه زیرا به همون نزنید؟ میشه تهمت نزنیم به هم؟ میشه اتهام نزنیم به برادر مؤمنمون؟ خطرناکه دیگه. خدمات بسیار زیادی داشتیشون. مثلا یکی از کاراش فرستادن شیعیان به حج بود. کسی که آرزو به دل مونده بودن، نمیتونی کربلا بری، 40 رسیده، مشکل داری، 2 نفر جا خود بفرست بره. کسی که کربلا نرفت. چقدر خوبه. ما این ثواب از این بیشتر هم داریم. خدا ارحم الراحمین، خدا تو کارش کات نیست، کپیه. اون بره زیارت کنه برات هم ثوابشو بنویسه. از ثواب اون کات نمیکنه. نه، کپی پیست. در تاریخ سابقه نداشته که کسی تو این جایگاه چنین همتی داشته باشه برای همچین کاری. صدها نفر رو سالانه میفرستاد حج به پول خودش ها. محمد ابن عیسی میگه فلان کسی اسم دیگر رو اسم میبره، حسن ابن علی حد زده که 300 تو یه سال، من یادمه علی ابن یقطین 300 یا 350 نفر رو از سمت علی ابن یقطین تلبیه گفتن. بعد اینا رو که میفرستاد چجوری حج میفرستاد؟ یه علی ابن همین ساله به هر یک از آنها 20,000 درهم یا 10,000 درهم میداد. خاطرتون هست یارو با چقدر خونه خریده بود؟ 1000 درهم. بهانه بود که انما میگفت حاجی جان بیا برو این حاجی این پول سوغاتیات، برگشتی خونه هم بخر، یه زمینی هم بخر باش کار کنی. بی نیاز میکنن. اینا بر دست اهل بیت بودن، عین اهل بیت میبخشیدن. تأمین هزینه زندگی برخی از شیعیان.
این از خدمات ایشون بود. خیلی از ضعفای شیعه ماهانه یا سالانه پولشون نمیداد. به دستور امام کاظم خبر میرسید که این خانواده باید تحت پوشش بره. دارین در تاریخ میگه امام خبر رسید امام بفرمایید هزینه زندگی کاهلی را تأمین و من بهشت را برای تو ضمانت میکنم. و خونه ببین چی شد، هزینه زندگی رو بده، بهشت رو برات تضمین میکنم. آقا چرا فکر می‌کنی امام کاظم فقط به علی ابن یقطین فرموده؟ آقا بیا برو هزینه زندگی یه نفر رو بر عهده بگیر، زندگی آدم که امام زمان بهشت رو تضمین کنه. اینجوریه. میگه علی ابن که پذیرفت و پیوسته طعام و پول و سایر نفقات ماهانه برای آنها میفرستاد. او چنان به کاهلی نعمت عطا میکرد که علاوه بر خانواده‌اش فامیل‌های دور و نزدیک از چیز بهره مند شدن. اینقدر پول به پدرزن و مادرزن و برادر شوهر و اونا همینا پول میرسه. مثلا تامین مهریه برخی افراد جز کاراشونه تاریخ نقل کرده. اونایشی که نقل نشده الله علم، که اکثرش نقل نشده چه آدم کارش کاملا امنیتی بوده. جوری به حضرت به او اعتماد داشت و اطمینان داشت، جالبه که حضرت برخی از هزینه‌های شخصی زندگی خودش هم به او میگفته. این خیلی عجیبه. بر مبنای برخی از روایت حضرت 3 یا 4 تا از فرزندانشون مثل ابوالحسن ثانی و اینا رو ازدواجشون رو به علی ابن یقطین نوشت خرجشون رو بده. بچه‌های خودشو. چقدر باید اعتماد داشته باشی، چقدر منا بدونی، چقدر از خودت بدونی. برای امام کاظم اموال زیاد میفرستاد. یعنی یه بخش که این خرج میکرد، یه بخش میفرستاد برای خود حضرت. نقل شده که علی ابن یقطین اموال بسیار خدمت موسی بن جعفر میفرستاد که گاه به 100,000 تا 300,000 هم میرسید که این واحدشو نگفته، منظور دیناره طبعا. خیلی عدد بزرگی، خیلی عدد بزرگی. شیخ کشی از اسماعیل ابن سلام و فردی به اسم ابن حمید نقل کرده که میگن علی ابن یقطین گفت 2 شتر تندرو خریداری کنید، از بیراهه به مدینه بروید و این اموال و کاغذها را به موسی بن جعفر علیه السلام برسانید، مبادا کسی از این امر آگاه شه. میگه به ما دستور داد که این کار انجام بدیم. ما به کوفه آمدیم، 2 شتر قوی تهیه کردیم، توشه برداشتیم و از بیراهه سمت مدینه رفتیم تا به بطن الرمه رسیدیم، یه منطقه. در آنجا برای استراحت از شتران فرود آمد. آنها را بستیم و نشستیم به غذا خوردن. ناگاه سواری در حالی که خدمتکاری همراهش بود از دور نمایان شد. وقتی نزدیک شد دریافتیم که موسی بن جعفر است. از جای برخاستیم، سلام کردیم و کاغذها و اموال را به وی سپردیم. حضرت نامه‌ای از آستین خود بیرون آورد، از زیر عبا آستین بیرون آورد به ما داد و فرمود این جواب کاغذهای شماست. خب عرض کردیم توشه ما با آخر است، اگه اجازه بفرمایید وارد شهر شویم، وارد مدینه شویم، حضرت رسول رو زیارت کنیم و توشه‌ای تهیه کنیم، توشه‌ای برگیریم. حضرت فرمود توشه‌ای که دارید بیاورید. سارق نونشون هر چی بود آوردن و حضرت دستش خودشو گرفت، چرخوند و دوباره داد به خودمون و فرمود این تا کوفه براتون بسته، برید. رسول الله هم زیارت کردید، برید. تو شهر نیاد میسوزه خط، چون نباید دیده بشید تو مدینه. قرار اینجا بوده تو فلان منزلگاه، رمز این بوده تو این لوکیشن تو باید بیای، بارو تحویل بدی، بارو تحویل بگیریم. آقا حالا ما یک گشنه بریم این طرف، بریم اون طرف، فرستادنش مأموریت، حالا یه شهر بازی هم بریم. بود دیگه. بابا یه جا دستگیر شد، یه جا که 90 میرفت رفته بود. بعدم شد. بعد حضرت فرمود به درستی که من نماز صبح را با رسول الله خواندم و میخواهم نماز ظهر را با ایشان به جای آورم، برگردید به امان خدا. ورود اجازه ورود به مدینه ندادش. علامه مجلسی میگه روزی هارون الرشید خیلی جالبه، جامعه بسیار قیمتی و نفیس به علی ابن یقطین هدیه داد. دوستش داشت علی ابن یقطینو. این چه فیلمی بازی کرده بود. بعد پس از چند روز
علی آن جامه را با مال بسیار تقدیم حضرت موسی بن جعفر کرد، فرستاد. اون که گره ما اینا تنمون نمی‌کنیم، بفرستیم برای آقا. به این کسی که یکی دوست داره میگه من اینو برسونم بهش. اون کسی که معشوقم، اون که دوستش دارم. امام همه را پذیرفت جز جامه. جامه را پس فرستاد و فرمود این یه دستوره دارم بهت میدم، جامه را نیک محافظت کن. باز دوباره چی بگید؟ چشم. چرا آقا؟ برو با آقا بگو چرا. هارون داده ها. انگار امام نمیدونه. امام نمیدونه هارون داده، انگار مثلا علم غیب نداره. نامه ها رو هنوز نداده، حضرت میفرمایید جواباتون برید که وقت تلف نشه. من میدونم تو اون نامه چی نوشته شده. برای چی بس میگم بنویسید؟ برای اینکه شبکه شکل بگیره. روزی خواهد آمد که دست شما از معصوم قطع خواهد شد، بتونید کاراتون رو انجام بدید. داشتن شیعه تربیت میکرد. و اینم مگه طرف میگه خدمت امام هادی رسیدم، داشتم راه میفتم، گفتم آقا هزینه، یه تو دلم بود که هزینه سفرم چی میشه. گفت با اساس یه چیز رو زمین کشید و رفت. فرمود بعد اینکه من اینجا رفتم اینجا رو بکن. در واقع قد 1 کیلو طلا در اومدم اونجا. معصومی که اراده کنه کل کائنات به دستشه، کاری داره برایش این کارا. قرار نیست اینجوری، قرار نیست گفتم اسایش دعا بشه، نمیدونم چی. قرار مؤمنین پول جمع کنن، خرج خودشون کنن، مشکلاتشون رو برطرف کنن. یک مالیات شیعی، اینجوری بگیم. ببینیم چی میشه. حالا این ادامهش داشت، ماجرا جالب میشه. یکی دیگه از خدمات علی ابن یقطین این بود که اموالی که از شیعیان گرفته میشد، مصادره میشد، یا مالیاتی که از شیعیان گرفته میشد، دوباره میپیچون بهشون برمیگردون. شیخ کلینی از علی ابن یقطین در واقع روایت در مورد ایشون میگه که به ابوالحسن عرض کردم علیه السلام به امام کاظم که درباره قبول مناسب از اینان چه میگویی؟ این هارونینا. حضرت فرمود اگر چاره جز این نداری بگیر، ابی نداره، کارتو انجام بده. از اموال شیعیان بپرهیز. گوش کن چی داره میگه. یه مال این مردم شیعه پول اینا خوردن نداره. یعنی خدا، من نمیدونم، فکر می‌کنید شما جا خدا با اون کسی از بیت المال مملکت میخوره چیکار باید کرد؟ اینا احمقن، به قرآن احمق. شجاعت نیست ما بگیم یه نفر مثلا رفته لای مثلا چه میدونم 10,000 تا شیر داره بندری میرقصه اونجا جلوی اینا، خب میگه نمیگن شجاع، میگن خیلی احمقه، میخورنت دیگه. انا قصه سر اینه، میگه مال شیعه. ببین اینقدر کار تو امنیتیه، اما پول شیعه خوردن نداره. 2 با پول شیعه ظالم نباید تایید بشه. اون پول بیت المال کی بوده؟ حکومت بنی العباس. با پول شیعه اون نباید تاییدیه، اون نباید تقویت بشه. ابراهیم بن محمود میگه علی ابن یقطین به من خبر داد که مالیات رو از شیعیان دریافت میکرد، اما به طور پنهانی به آنان باز میگردن. خود همین یه کار اضافه و احتمال لو رفتن چیکار میکنه؟ خیلی بیشتر میکنه دیگه. این همه آدم یکی از دهنش در بیاد، اما ضرورتش رو میخواد اثبات کنه که چقدر این مهم بوده. بعد وای با اون کسی که پول مردم داره میخونه، پول شیعه خانه امام زمان داره میخونه، با بهانه‌های مختلف زحمت دارم میکشم. زحمت داره میکشه، زحمت اون بیچاره داره میکشه که لب مرز زیر 2 متر برف تو سرما تو گرما وایستاده، 7 تومن 8 تومن بهش حقوق میدن، 6 7 تومن بهش حقوق میدن. باورتون نمیشینه. نیروهای نظامی ما در مملکت نسبت به جزء حقوقای پایینن. خب اینا باید فهمید، یا خود باید یه فکری کرد به حال اینا. بعد طرف نشسته لم داره حقوق نجومی میگیره، دارم کار زحمت میکشن. وظیفته برای این جامعه زحمت بکشی. تو فکر نکن الان مثلا لطفی داری انجام میدی، وظیفته. نامه علی ابن یقطین، نامه به حضرت موسی بن جعفر مینویسه ان قلبی یضیق. آقا من دلم دیگه داره میترکه. چرا؟ مما انا علیه من عمل السلطان. با من تو سیستم اینا صبح تا شب بعد اینا رو ببینم، تو جلساتش باید مزخرفات اینا رو بشنوم، باید مشاوره درست بدم که این حکومت برپا باشه،
مشاوره ندم، منو میندازن بیرون، به دردشون نمیخورم. حتما علی ابن یقطین مدیر خوبی بوده که میخواستنش. فان اذنت، اگر اذن بدی لی، خدا منو به فدای تو در بیاره، جلن الله الفداک، هربت من در رفتم. یعنی چی؟ یعنی ببین ما الان خدامونه یکی بیاد بگه آقا تو مأموری بری بشی مثلا، آره بری بشی وزیر خانم ملکه تو انگلیس، اجازه خیلی کار رو هم داری برای اینکه لو نری داداش. دیگه زنگ میزنیم دوباره، الو دفتر استفتاحاته، من میشه درم؟ یه داداش با کله تو ظرف عسلی کجا میخوای در بری؟ این نشون میده اینجا نفس طرف. آقا من سفیر جمهوری اسلامی ام، باید سوار لیموزین شم، تشریفات این کشوره، اما به خدا جیگرم داره میسوزه برای اون سرباز دیگر این مملکت که لب مرزه تو گرما 40-50 درجه است، میگه به اون رجوع کن ببینین هستی یا نه. همه دارن سر و کله میشکنن آقا بالاخره صندلی‌های خدمت این مملکت زیاده، چرا صندلی مجلس انقدر جذابه؟ ها چرا سفیر شدن انقدر جذابه؟ بیا بسم الله بری بالا برجک واسه لب مرز تو هم اسلحه دست بگید نگهبونی بده. چرا اونجا نمیرید؟ چرا مدیر شدن تو پایتخت و مراکز استان انقدر جذابه؟ برو مناطق دور، ها برو اونجا دیگه. آقا یکی از جایی که بعضی رو تبعید میکنن بشاگرده دیگه، ها همون بشاگرد مسئول داره یا نداره؟ داره دیگه، بنده خدا مردم اونجا خدمت میکنه، بگیم اون مسئول تبعیدیه؟ یعنی جایی رو که مخالف یک کشوری و مملکتی رو فرستادی همونجا، مسئولش هم داری میفرستی همونجا. اجرش تو اون مثلا فیش حقوقیش کار در مناطق محرومه، بعدی آب و هواه، میگه بیزار. میگفت آقا من دروغ شه به موسی بن جعفر نمیتونی بگی که، میگه من قلبم داره میترکه از این شغلی که اینجا دارم، باید لباسای آنچنانی تنم کنم، سفیر روم اومده، نمیدونم سفیر کجا اومده. جواب گوش کنید. امام در پاسخ نوشت لا اذن لک بالخروج من عمل، حق نداری خارج بشی، و اتق الله، تقوای خدا رو هم پیشه کن. یعنی دیگه از این فکر رو سراغت نیاد، تو مهمترین جایی باید همونجا رو حفظ کنی. بار دیگه یک جای دیگه نقل شده که وقتی حضرت موسی بن جعفر وارد بغداد شد، علی ابن یقطین به بهانه حضرت رو چجوری دیده نمیدونم، بعدش درخواست کرد، گفتش که من اگه اجازه بدیم از وزارت کنارگیری کنم. اون یکی هم دید هارون بهش پیشنهاد وزارت قضاوت کرد، نپذیرفت، چون به تنگ آمده بود از معاشرت با هارون اطرافی. گفت من صبح تا شب تو جلسه بشم اراجیف اینا رو گوش بکنم، دیوونه داره، من اصلا زندگیم این نیست، سیستم محاسباتیم این نیست، فضایی که دوست میخوام توش نفس بکشم این نیست. حضرت بار دیگه نهی کرد، فرمود یا علی، ای علی ابن یقطین، ان لله تعالی، برای خداوند تعالی اولیان، یه اولیایی داره خدا که یه یاران دوستایی که مع اولیاء الظلمه، قاطی این آدم بدا باید باشن. مؤمن آل فرعون، آسیه تو قصر فرعون باید باشن. برای چی؟ لیدفع، برای اینکه دفع بکن بهم عن اولیائه، برای اینکه آزار اینا رو از دوستانش و کسایی که عضو این ولایت هستن دفع بکنه. و تو از آنها هستی، و انت منهم یا علی، تو یکی از اونها هستی. اینجا جایی که حالا من خیلی نقد دارم، حالا یه خورده جلوتر بریم بحث میکنم که ما تو جمهوری اسلامی این بخش اصلا کار نکردیم، برعکسش کار کردیم، دقیقاً برعکس. حالا عرض میکنم، یعنی تو من نفوذی فرستادن. علامه مجلسی می‌نویسه که علی ابن یقطین از حضرت موسی بن جعفر تقاضا کرد از پست وزارت کنارگیری کنه، امام اجازه نداد و فرمود چون این نکن، بودن تو مایه انس ماست و برای برادرانت عزت است، به امید اینکه خداوند به وسیله تو شکستی را جبران
و آتش فتنه مخالفان را خاموش سازد. ای علی، کفاره همکاری شما با اینان احسان به برادرانت است. ای علی ابن یقطین، یک چیز را برایم ضامن شو، من 3 چیز را برایت ضمانت میکنم. ضمانت کن به هر کی از دوستان ما میرسی نیازش را برطرف کنی. این فرمایش حضرت بر ما هم است. اکرامش کنی. من ضمانت میکنم هرگز سقف زندان بر تو سایه نیفکنه و هیچگاه ایشون زندان نیفتاد. تیزی شمشیری به تو نرسد، هرگز نرسید، و هرگز فقر و بیچارگی به خانه‌ات راه نیابد. نشد. یعنی اصلا جز کسایی بود که تو وزارت، یعنی تو همون جایگاه خوب حالا باشه میشه خب اشغال با همون بقیه دیگه چیزی شلاق خوردن زیرش. چرا؟ برای که خدا نیت این آدمو داره میبینه. این واقعا زجر داره میکشه. قصر هارون برش زندانه. به این درجه از رشد رسیده این اتفاق. ای علی، هر که مؤمنی را خرسند کند، ابتدا خدا و سپس پیامبر و آل او را خرسند ساخته است. حالا بهشت رو تضمین نمیکنه. این فرمایش امام محصور در اون زمان و به یک شخص خاص که نیستش که اینجا بدیهیه. لحظه‌ای مخالفان علی ابن یقطین تو دستگاه حکومت عباسی بیخیال اون نشده بودن. یه بوایی برده بودن ها. منتها بس که زبل و زرنگ بود نمیتونستن گیرش بندازن. یه روز دیگه کار به یه جایی رسید که میرفتن پیش هارون سعایت میکردن، زیراب میزدن. من 2 تا از این بدگویار براتون تاریخ نقل شده براتون میگم. یکی از غلامان که علی ابن یقطین رو از خود رانده بود، از خودش دور کرد. چرا؟ چون میدید این نزدیک شده داره کسب خبر میکنه، فضوله، باید خودی رو بذاره دم دست خودش. از خودش دور کرد، نزد هارون رفت و چون این گزارش داد که علی ابن یقطین پیرو موسی بن جعفر است. این یه بوای برده بوده و خمس اموالش را همراه با جامه قیمتی که خلیفه به او هدیه داده است، خودت هدیه دادی، در فلان روز نزد موسی بن جعفر فرستاده است. آقا من ردشو زدم، من غلامش بودم، این خمس اموالشو با اون پیرن قشنگه بود بهش هدیه دادی، برد داد به موسی بن جعفر. هارون سخت برآشفته گفت اگر راست باشد او را خواهم کشت. همینجوری بودن، یه دستور بود، یه گردن بزنید. در همان حال دستور داد علی را احضار کنن. همین که علی ابن یقطین حاضر شد گفت جامه‌ای که به تو دادم چه کردی؟ گفت امیر مومنان همچنان نزد من محفوظ است. آن را خوشبو ساخته در پارچه مخصوص پیچیدم، هر روز و شب بدان نگریسته بازش میکنم، نگاش میکنم، به عنوان تبرک میبوسم و به جای خود باز میگردم. آقا حیفم میاد تنم کنم، اینو آورده همچی میذارم میبوسم تبرک میکنم. خیلی شما فرستادی، تبرک خلیفه خدا و رسولشی تو. هارون گفت اکنون را حاضر کن. علی ابن یقطین یکی از خدمتکاران را طلبید، کلید صندوق را به او داد و گفت به فلان اتاق برو جامه رو برد و بیار. اندکی بعد خدمتکار جامه را با مهری که بر آن بود نزد هارون آورد. هارون دستور داد مهر را بشکنند. همین که نگاهش به جامه افتاد آن را شناخت، خشمش فرو نشست. علی ابن یقطین گفت جامه را به جای خود بازگردان، به خانه‌ات برگرد و دیگر سخن از هیچ کس درباره تو را من قبول نخواهم کرد. پدر سوخته ها این چجوری میخواین تخریبش کنن؟ بعد چی؟ بعد رفت سراغ اون غلامه. ابراهیم ابن حسن ابن راشد مطلب رو از علی ابن یقطین اینجوری نقل کرده. میگه کنار هارون رشید ایستاده بودم که هدایایی از طرف پادشاه روم رسید. در میان آنها جامه‌ای زیبا از دیباج سیاه بود که زربافت بود، یعنی طلایی روی سیاه بافته بودن. هارون که دید من سخت با آن نگاه میکنم، دید حجی رفتم تو کوکش دارم نگاه میکنم، جامه را به من هدیه کرد. آن جامه را برای حضرت موسی بن جعفر فرستادم.
9 ماه پس از آن ماجرا روزی از نزد هارون به خانه آمدم. خدمتگزاری که به رسم همیشه لباسهایم را موقع ورود از برم برمیگرفت از جای برخاست، پارچه‌ای را همراه نامه‌ای که هنوز مهرش خوش نشده بود به دستم داد و گفت اکنون مردی رسید و این را آورد. چون نامه را گشودم دیدم از طرف مولایم حضرت موسی بن جعفر است. برایم نوشته بود ای علی، وقت آن رسیده که به این جامه نیاز پیدا کنی، آن را برایت فرستادم. بقیه چیزایی که فرستادی رو میپذیرم، اینو نگه دار پیش خودت. گوشه دستمال رو کنار زدم، چشمم به همان پارچه‌ای که هارون داده بود افتاد. در همان حال اینو باز نقل، این بالاخره یه قصه رو 2-3 نفر که نقل کردن، من دارم از دو طرف میگم، ببین اصل ماجرا همینه. میگه هارون بدون اجازه وارد شد و گفت امیرالمومنین اجابت کن و خلاصه رفتم و همین قصه در و آوردم. من گفتم آقا این چیه اصلا؟ فرمایید من اصلا عاشق این لباسم، دلم نمیاد تنم کنم، شما این هدیه دادید اینجوری. بعد تو این نقل میگه که پارچه رو که من پس داد 50,000 درهم هم روش گذاشت، گفت ببخشید شک کردم اما توی غلام. آره. یه روزی باز جالبه، اینم خیلی جالبه. رفتن به هارون گفتن که این رافضیه. رافضی یعنی کافر خونش هم مباح. یعنی رافضی یعنی چی؟ یعنی شیعه. به شیعه اینا گفتن رافضی. جالب بعضی تو تاریخ مثلا شما میخونید نوشتن خیلی عجیبه، بعضی خیلی پروفسورن، اومدن متن از عربی به فارسی برگردان، رافضی رو چی ترجمه کردن؟ کافر. اومده جلو هم میگه آقا این رازی راست کافره؟ رازی بنده خدا همیشه شرعه خودم. کافر برای چی گفت تو اینترنت نوشته کافر. گفتم بابا اینا از قضا اتهامی که وارد میشد که از روافض بود، یعنی از شیعیان بوده. کافر یعنی این، یعنی از نظر اونا یعنی کافر. بله میگفتن علی ابن یقطین رافضی است. هارون به بعضی از خواص خود گفت درباره علی سخن فراوان گفته شده. بعد در حالی که من هیچ کوتاهی از او مشاهده نمی کنم. به من اثبات کنید. میتونید من اثبات. گفتن امیرالمومنین روافض در نحوه وضو گرفتن با دیگران فرق دارن و شستن 2 پا را لازم نمیدونن، مس میکشن. پس او را به گونه‌ای که در نیابت بیازمان. گفت خوب گفتید. رابطه من و وزیرم هم خراب نمیکنه، هر روز بیارمش این چیه. مدتی بعد روز علی را به بهانه کاری در خانه نگه داشت تا ظهر شد. هارون خود را به پشت دیواری پنهان ساخته، گفت من میرم اینجا بیرون. یه سوراخی هم گذاشته بودن، نگاه. نگهش داشت، گفت این کارا رو بعد انجام بدید. تایم نماز شد. علی آب طلبید. ابتدا 3 بار مزمزه کرد. 3 بار استنشاق انجام داد. 3 بار چهره شست. آب را لابلای موهای صورت رساند. بعد 3 بار بر دستها آب ریخت، آن را به آرنج رساند. برعکس. در پایان سر و 2 گوش خود را مسح کرد و پای خود را 3 بار شستشو داد. یعنی عین سنی‌ها وضو گرفت. هارون که نظارگر تمام حرکات علی بود، کاسه صبرش لبریز و فریاد زد ای علی، دروغ گفت هر کس خیال کرد که تو از رافض هستی. حالا نکته چیه؟ بله اینجا رو گوش کن. محمد ابن فضل میگه بین اصحاب ما درباره مس 2 پا در وضو اختلاف شد که ما مس میخوایم بکشیم تا این برآمدگی روی پا بکشیم یا تو این قوزک پا بکشیم. تا کجا این مس رو بکشیم بیاریم بالا؟ اختلاف شد. علی ابن یقطین گفت بذارید از موسی بن جعفر میپرسم، من کارهای دیگه هم دارم، اینم سوالا قرار میدم بپرس. دوست دارم با خط مبارکش مرا آگاه کند چگونه وضو بگیرم. امام چی نوشت در جواب؟ به آنچه دستور میدهیم عمل کن و هیچ تغییری در آن نده. چهره را 3 بار بشوی، دستها را از سر انگشتان تا مرفق 3 بار بشوی، اینوری بشور و تمام سر را مسح کن و بعدش هم پاهاتو بشور تا ساق بشور. چون نامه حضرت به علی رسید تعجب کرد و چنان اندیشید که این روش وضو گرفتن طبق مذهب اهل بیت نیست، اما با خود گفت چون امام این روش را فرموده مخالفت نمی کنم تا راز آن آشکار گردد. ببین این اعتماده. آقا چرا نمیدونی سنی ها اینجوری وضو میگیرن؟ شما به امام میگه. داشتیم از این یاران هم کم نداشتن اماما.
از قضا اینا کسایی که همین دم دست بودن به خدا، همش میدیدن دستگاه خلفا میرن میشناخته این درجه یکا رو، بعض قضا دور میفرستادش ری. عبدالعظیم حسن میفرستاد میگه من خیالم راحت، تو سوال جواب از من نمیخوای، این که دم دست باید باشه، این دائم باید من سر خط نگهش دارم. یکی از همینا، حالا از یاران حضرت که نمیشه گفت، اما داشت میومد توی اندرون خونه امام صادق پیچید، یک کنیزی داشت رد میشد، دستش زد به کنیزه نامم. بعد رفت تو امام صادق نفرینش کرد، او خدا لعنتت کنه، چه کاری بود که آقا شما پشت دیوار هم میبینی؟ بودن از اینام زیاد. حالا مثلا حضرت داشته حمام میکرد، توی تش نشسته و طرف وارد شده نقل کرده، آقا تو تش نشسته زشت، حالا تو چرا داری نقل میکنی؟ این چه عرض میکنم اینا. گفت من بدین جهت از آن پس همیشه طبق همان دستور عمل میکنه، دقیقاً با همین کامل این همون میگیره که کی رازش آشکار شد، یه هارون پشت دیوار دوید اومد بیرون. یعنی این یک اصلا اینو بذار کنار. ببینید نکته سر چیه؟ امام رضا علیه السلام به یاسر خادم گفته تنها هم بودیم، میگه امیرالمومنین مأمون، تو باید عادت کنی به این لفظ. آقای علی ابن یقطین تنها هم بودی، هیچ کی نبود، همون مدل وضو میگیری. چرا اومد یه نفر بعد تو رفت دستشویی گفت چرا دمپایا چیزی پاش شسته، دمپایا خیس نیست؟ یعنی تو باید زیستت بشه، انگار ملکه ذهنت بشه. اصلا ما داریم معصوم فرمود که اونجا حرفی زدن به ما فحش دادن، واکنششون ندیدا. از امیرالمومنین در حضرت میفرماد که یه جا لازم شد گیر افتادید به اون یارانشون، اعلام براءت از من نکنید، اما اگه لازم شد برای تغییر فحش بدید فحش بدید. سب فحش به من نیست، سب بکنید اما اعلام براءت نکنید. برای حجر بن دایب گفتن اعلام براءت کن، من نمیکنم. گفتم بچه‌ها سر میبریم، خودم سنگا سر آورید. برای تقیه بود. گفتن از کجا بفهم؟ ببین از کجا بفهم این الان نفوذی یا نه. یکی از روش‌های اینا چی بود؟ مراسماتی ترتیب میدادن، گفتم خدمتتون، توهین میکردن به اهل بیت، بعد نگاه میکردن ببینن کی میریزه به هم. قدیما یه سری میخواستن تابعیت خارج بگیرن، میرفتن گفتن همجنس بازیم، گول میزدن کشور خارجی رو. رفتم گفتم آقا میخوایم مسیحی بشیم، ما با چیزی که میگرفت میرفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد، میرفتم طرف. خب دیگه بعد سالا فهمیدن چقدر اینا کلا سرشون گذاشتن ایرانی‌ها برای اون رفتن دیگه. آره اگه میرفتیم گفته همجنس بازیم، روش‌هایی داشتن برای آزمودنش. یا خدای نکرده من اخباری دارم که بعضی از این سفارتخونه‌ها من گفت طرف مسلمان نیستم، گفتم به توهین کن، این قرآن توهین کن، نیستی دیگه اعتقاد نداری. از این کارا میکردن. خل که نیستش، طرف نصف دنیا دستشه، میگم از چین تا اسپانیا. آقای علی ابن یقطین همینطور به کار خودش ادامه داد تا زمانی که امام به زندان هارون افتاد. و زمانی که حضرت در زندان بود ایشون از دنیا رفت تو سن پایین، که منم خودم به خود مشکوکم، به بعید نیست همین مخالفین یعنی حسودا حذفش کرده باشن. خیلی یارو اینجوری با سم حذف کردن، خیلی یارو از خودشون، از اینا که مثلا تو این سن و سال یهویی فوت شدن بدون هیچ عارضه‌ای، بدون هیچ مریضی، بدون چیز نقل شده باشه، اینا مشکوک. خیلی این عربا این کارا رو بلد نبودن، از رومی‌ها یاد گرفتن. معاویه هم این سیستم رو وارد کرد، چون رفت اون اولی برادرش خودش اولین حاکمای در سرزمین روم بودن در شامات، این ترورای توکسینی و اینا رو انداختن، ترورای سمی، با سم خیلی آگوشن. اصلا در مورد معاویه تاریخ نقل کرده که ان للمعاویه، برای معاویه جنود من العسل، سربازای از شربت عسل داره، برای اینکه تلخی زهر رو بگیرید با عسل بخورده همین، مثل مالک اشتر. خیلی یار اینجوری کش، پسر طلحه از خودشو، از هر کسی میخواست رقیب پسرش باشه، یزید در خلافت، خیلی یارو سمی که به زهری که به شمشیر ابن ملجم زدن، سمی که باشه امام حسن رو به شهادت رسوندن، به جعده یا جوده داد و اینا خیلی یار اینجوری حذف کردن.
برای همین بود اینا امثال علی ابن یقطین ها به خودشون دیدن، از سایه‌شون هم میترسیدن. گفتن آقا اصلا خود موسی بن جعفر گرفتن ناخن تو زندان و سیاست عوض شد. یعنی سیاست نرم گذاشتن که شمشیر رو بست. اولین نفرم که قربانی این سیاست شد جعفر ابن بشیر بجلی، یه خانواده خیلی بزرگ، یعنی اصلا بجلی کوفی. اینا مالی از موالی قبیله بجیله یا بجیله بود. اینا خیلی هاشون تو همین یاران حضرت، اینا آخرش هم نشده بجلی کوفی. اینا آدمای بزرگی ازشون اومد بیرون که زیر شکنجه بدون هیچ دلیل هیچ هم از او پیدا نکردن، فقط حد زده بودن، ارتباط با ما گرفتن، انقدر زدن زیر شکنجه یک کلمه حرف زدن شهید شد. گفتن هیچ چاره جزی نداشتن. وقتی گفتن چرا این کار داره انجام میدی، هیچ نمیتونستن. یه مسجد هم بنده خدا ساخته بودن، انقدر آدم خوب بود تو ورودی کوفه، هر کسی غریب میومد اونجا بهش آبادون میداد، نمازتون رو بخونید، اینجا استراحت کنید. یعنی هنوزم مسجدش هست تو کوفه، جالبه، هنوزم ظاهرا هستش. انقدر او انسان بزرگ و شریفی بود، بهش میگفتن فقهة العلم، بهش گفتن تو شکوفه علمی. یعنی این در کنار اون مأموریتی که داشته، یا عالم یا عابد، اهل نماز، اهل مسجد، ما یه کار نمیتونیم با هم انجام بدیم. بخش بعدی، حالا من اینجا اینو بذارم برای فردا، اینجا توضیحات دارم. بعد ما چه جوری عمل کردیم تو این سالا؟ یکی از ثروتمندترین افراد ایتالیا، خانواده آنیلی ادواردو شیعه شد. تک پسر. من ثروت این خانواده رو نگاه کردم، اون سالی که درآمد نفتی ما 15 میلیارد دلار بوده، این 45 میلیارد دلار. صاحب فکر کنم یوونتوس، صاحب فیات، صاحب مازراتی، نمیدونم چی. ببین چه خانه. این پسرش دکترای ادیان داشت، شیعه شد. خب اینو باید چیکار کرد؟ وقتی صهیونیسم جهانی می‌بینید باید قایمش کرد، باید تقیه بهش یاد داد، بعد بهش که اصلا 4 تا فوشم به ایران بده تو. آقا ورش داشتن آوردن ایران، چرخوندنش. این ور بردنش، اون ور بردنش نماز جمعه، عکساش هست. برگشت آدم صحیح سالم که مذهب انتخاب میکنه، یعنی اوج شکوفایی روحی و عقلیه. خبر رسید خودکشی کرده. خودکشی که رفته کنار اتوبان، کنار گاردریل وایستاده، بعد اونجا پریده پایین. یه دوستی داشت، اونم مسلمان نشده بود، اون تحقیق کرد، کلی دلایل آورد که این خودکشی نکرد. مثلا میگفت این رفته روی سقف ماشین وایستاده، از روم چون از بغل نمی‌شده بپری، بعد میرفت رو سقف ماشین وایمیستاده، میپرید، گارد ارتفاعش بالا بوده کنار پلی. میگه آقا این 110 کیلو بوده، این بره رو سقف ماشین وایسه، سقف ماشین میره تو کو جاش. گرفتن همونجا نگرش، از اونجا پرتش کردن پایین، کشتنش. یه خواهر داشت، یه جوون خوشتیپ یهودی رو آوردن سر راه خواهرش خریدن. خواهرش یه دل نه 100 دل عاشق این شد، ازدواج کردن، بچه به دنیا آمد، خواهرم مرد. کل ثروت خاندان آنیلی رسید به اسرائیلیا. یعنی شما نگاه کن چی شد. میگم اون موقع صاحب باشگاه یوونتوس شیعه بود. یعنی یه کسی که فرصت بود تبدیلش کنه به برای چی؟ برای اینکه مسائل تازه انقلاب کرده بودیم، فهممون از امنیت چی بود؟ کی تفنگ دستش؟ نمیدونستیم. کشمیری‌ها چجوری نفوذ کردن؟ خب علی ابن یقطین مثل اونا وضو میگرفته، کشمیری هم باید بیاد ادای ما رو در. میخواست بره نهاد ریاست جمهوری، تو راه اذان میگفتن، تو زمستون اوورکوتشو در میاد میرفت رو زمین، تو برف نماز میخوند. خودکار عوض میکرد. این خودکار شخصی مال بیت الماله. از قضا کسی که این کارا رو میکنن اداه. بگم چرا؟ با خودکار شخصی کار بیت المالم بکن. اون قدیم بوده نبوده، قلم و جوهر و بتراش و بردا بیا این، نه حالا خودکار که ریخته. متوجه شد چی میگم؟ دقیقاً برعکسش اتفاق افتاد. زدن، ترکوندن، کشتن. خب همون کیفو که قبل اینکه نهاد ریاست جمهوری به ترکونه، قبلش داشت میبرد جماران.
یکی از این پاسدارا شب خواب دیده بود. کارخان اومد به سید من خواب بد دیدم، یکی میخواد بیاد اینجا بزنه خراب کنه. سید احمد هم گفتش که آقا از امروز خوب بگرد. اون روز هم آوردن گفت این کیفه نباید باشه. اسرار چیز اون توه، امنیتی مملکت توش. بعد آقا اسرار مملکت با یه نگاه ما وا کنیم که کاغذا رو با یه نگاه که نمیتونیم بخونیم که ببینیم توش چیه، کاغذ یه چیز دیگه است. من بودم اونجا میگفتم این دقیقاً یه چیزی توشه، اینو من بیخیال نمیشم. آره اینه دیگه، آدم حواس میگه این چرا یه کاغذ مگه من وا کردم میشه کاغذ کلش خوندیم. آقا داشته ما چشام میبریم اینجا دست میزنیم. خوبه؟ برای چی اینجوری؟ بعد خلاصه اینکه برمیگرده همون رو توی نهاد ریاست جمهوری میتونه. به حدی به او اعتماد داشتن و آقای بهزاد نبوی اونجا نقش ویژه ایفا کرد. ایشون وایستاده بود، حالا شهید رجایی با هنر که ششه میزد تو سرش میگفت ای وای کشمیری، ای داد کشمیری. مثلا فکر کن بری روز کربلا، روز عاشورا، بری بزنی تو سرت امام حسین به شهادت بگه ای قیس ابن ضحاک مشرقی رو کشتن. ای قیس ابن ضحاک مشرقی، میگه کیه؟ یارو در رفته. فهمیدی؟ بعد براش خاکستر ماکسترا و یه خورده از چیزا رو قراقاتی کردن، یه جنازه برای اون درست کرد. یه زنی آوردن سر قبرش، شروع کرد گریه کردن به اسم زنش. چی بود؟ رد شده و رفته بود اون طرف. که دکتر زرگر شک میکنه و میگه که آقا اصلا جمجمه از بین نمیره تو انفجار. جمجمه ما مثلا دو تا کله بیشتر نداریم اینجا مثلا. اون یکی کو بیاد بگم بردن آزورشون چوب سوخته برش آوردن. آقا پیگیری بله، حواسا رو آوردن اینور، حواس از مرزا برداشته شد، در رفت. کشمیری به نگاه کنید تا اینجاش ریش میذاشته تو عکسش، تا همینجا. یعنی این وصل بوده به موجهاش. بعد اینا تموم شدن. میشه تموم شده باشن؟ کشمیری اونجا دبیری میکرد شورای عالی امنیت ملی، معاونش بوده، همه کار دست این بود. شهید رجایی وای میستاد پشتش سرش نماز میخون، گفت تو جلو وایستا. بعد اینو زدن تموم شد و دیوونه بودن اینا، میدادن بمب یکی دیگه میذاشت. شهید رجایی با اون الله مردم بودن، جور دیگه میزدیدشون. اینا می‌خواستن امام بزنن، گفتن حالا بمب رو درست که بزنین رجایی با اون رو بزنین. چرا یه همچین مهره رو سوزونده؟ اینو کی گفت؟ این آقای زواره‌ای گفت. سوال من اینه، چرا باید همچین مهره بسوزونن الا اینکه گنده ترشو دارن؟ چرا باید تو بازی شطرنج فیلو بدی دم پری مثلا سربازی یه چیزی، نه که شهید رجایی سربازش، نه برای یه عملیات مثاله ها جای دیگه. الان که وزیر داری، الان که مهره گنده تر داری. خب زواره‌ای هم زیاد حرف میزد. ایشون هم میدونید که فوتشون مشکوک. دوباره وقتی برگشت خواستیم بحثو پیگیری کنه، ایشون هم یهویی افتاد و بنده خدا به هم پیچید. آقا ببینید حضرات چجوری کار میکردن، ما چجوری کار کردیم. دقیقاً عکسشه. ما چقدر مهره سوزوندیم. آقا تقیه کن. میدونی یکی از این علمای مال شمال آفریقا، ما هم کشور شده نمیدونم جای دیگه اگه نگفتم اینجا نگم حداقل، بلند شد ایران اینجا اعلام کرد که من شیعه شدم. فقط صداش از علمای بزرگ اونجا. آقا اینجا زدن تو روزنامه آو فلانی شیعه شده است، نمیدونم بعدش بنده خدا رفت اونجا گرفتنش، رسید تو فرودگاه منتظرش بودن با یه نسخه از روزنامه بیا بریم. خب نشون میده ما از این جهت به پختگی نرسیدیم. برام ببین یه علی ابن یقطین حضرت میفرمه ای کاش من مثل تو زیاد میداشتم. آقا من این همه یاران خدمت در مورد کی شنیده اینجوری؟ من تو حج جز علی ابن یقطین به کسی فکر نکردم. ما بندگون خود اصلا هنوز شیعه نشده، یارو شیعه شدن. خیلی الان شنیدید دیگه مثلا در مورد این زیدی های حوسی ها دیدیم میگن آقا اینا شیعه 12 امامی ان، اینا ردیفن،
صداشو در نیار. از دروغ آقا کی گفتینش؟ شیعه همون 4 امامی. قضیه ها هستن جلوی سوی من میشه شیعه هست خیالت راحت. با چه چرت میگید اصلا اینجا؟ یعنی نشده رم داره بدبختو میخواد به آتیش بندازه. شده باشم تو نباید بگی ها، فهمیدی؟ نه من باید بندازمشون تو. در خفا در تنهاییش هم رعایت میکرده پروتکل های امنیتی که رئیس این سازمان بهشون یاد داده، یعنی معصوم. اینجا یه حرفی میخوای به این نفر بزنی، به قسم حضرت عباس 4 بار قرآن باید بیاری آقا، میشه اینو جای نگی؟ بعد قید بذاری برای جمله، چون میره میگه بعد بگی ببین تحت هیچ شرایطی هیچ وقتی به هیچ کسی نمیگی. حله هیچ شرایطی باشه. محرمانه رو قبول نداره، خورده محرمانه قسم قرآن بعد دست بذاره قرآن ازش بگی. این نشون میده که پختگی نریسیم. برای همینم عموم ضرباتی که داریم میخوریم چی از همین جهت. این نتنس ترکید اینا کی برده بودن اون تو سر اسناد پی ام دی نمیدونم چی شد. حالا دیگه یکی از مسئولین مملکت اون چیزا گفته دیگه، حالا ما نفر اول نیستیم والله. اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همین مسائل رعایت نکرده همین هاست. ما متاسفانه بعضا میبینیم که امنیتیای ما اینا رعایت نمیکنن، چه برسه به مردم عادی. محرمانه تو این مملکت یعنی شما مثلا 1 سال زودتر خبر داری یه چیزی. خب این وضعشه. یه روز اینم به خاطر براتون میگم جالب. یه مسئله در مورد این فراماسونرها همون 10-12 سال پیش من پیدا کردم. من راجع به فراماسونری تو ایران حرف نزدم دیگه، اما خب پیدا کردم خیلی چیزا. آقا ما یه سی دی آماده کردیم روش رفتیم یه جایی هم ارائه دادیم، گفت بزن به کلی سری خدا شاهده. ببین کسی که طبقه بندی رو میفهمن میدونن به کلی سری هم الکی نمیزنن جایی‌ها. گفت اینو بزن به کلی سری. بعد ما می‌خواستیم اینو برسونیم به کسی که باید برسونیم، نمیتونم اسم ببرم. خب بعد گفتن باید به این آدم بگی، به این نفر. ما رفتیم گفتیم آقا گوشی نباشه فلان نباشه. اتاق جلسه رو که آماده کرد گفتم میتونم درخواستی ازتون کنم. گفت چه؟ گفتم بریم اون یکی اتاق. اتاقی که از کارمندا رو خالی کردیم. گفت چرا؟ گفتم من بالاخره یک کاری خودم هم بلدم. خب گفتم اینا اگر رو این زومن رو این اتاق جلسات دیگه معلومه. رفتیم اونجا سیدیو گذاشتم توی کامپیوتر با لپتاپی که خودم برده بودم، مطمئن بودم سیف، بعد افزار نداره کپی بگیره اسکرین بگیره، از این کارا میکنه. خلاصه براشون ارائه دادم. بنده خدا خیلی خدا شاهده چند وقت گذشت یه روز 2 تا جغل بچه جلو ما رو گرفتن. گفتم که یه سوالی در مورد فراماسونری داریم. گفتم بفهم. گفت ببین یه همچین چیزی هم میگن تو ایران فراماسونری یه جایی هم مثلا بعد انقلاب بوده. این آقا ما رو برق 380 ولت صنعتی گرفت. همون چیزی بود که من گفتم اینا از کجاست تو؟ گفت من کارمند اونجام. گفتم خب کارمند اونجام خدا گواهه به همین مشک امام حسین قسم. گفتم خب. گفت یه روز داشتیم اینجا رو تمیز می‌کردیم یه سی دی افتاده رو زمین. سی دی رو زدیم دیدیم از این حرفایی که شما میزنیه اون تا خارج نیست ایرانه. من اومدم به اون بنده خدایی که طبقه بندی رو تعیین کرد بهش زنگ زدم، هرچه دنم نرود به اون گفتم. خب بعدش هم گفتم آقا من نمیخوام برید اینا رو ساکتشون کنید، برید به چند نفر دیگه گفتن. چند سال گذشته؟ 12 سال. هنوزم اون نکات اون اطلاعات به کلی سری، هنوزم به کلی سری نزن. بابا میگم یه کارمند رسید کجا اخوی کار. بعد 1 سال که من پیگیرم آقا رسید گفت من هیچی نگفتم. چی میگه یارو؟ میگفت یه سی دی دیگه میشه بر ما بزنی بفرستی. یعنی من موندم خدا وکیلی 45 ساله خود امام زمان پیشمون برده با این از اون نقاط ضعف ماست. باید بشه ببخشید طولانی شد عزیزم. انشالله این شب عزیز به حق دستان بریده حضرت عباس خداوند ما و شما رو از یاران و عباس های امام زمان عجل الله قرار بده.
ما خودمون میدونیم سالهای نوری با این جایگاه فاصله داریم، اما باز هم میدونیم که اهل بیت همون کسایی هستن که اگر نگاه کنن خاک رو به افلاک میرسونن. ما خوف داریم از خودمون، اما رجا داریم به امید داریم به اهل بیت. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان صلوات نبی.